دوستان خود را نسخ شناسید و شما با زودی میفهمید که چگونه زندگی خواهید کرد و آنهایی که شما در اطراف خود جمع کردین، شما در زندگی خود بسیار کارهای نقضی را به دست میگیرید وقتی که دوستان نقض در اطراف شما باشد. اگر شما دوستان خود را نشناسید، اگر در اطراف شما دوستانی که به خاطر منفیت، به خاطر پول دوست شما هستند، شما آنگاه فهمید که شما در زندگی خود پیش پا میخورید. از همین سبب شما دوستی خود را شناسید. دوستی جانی کی است؟ اگر شما خود را با آدمان مهربان دوست باشید، آن وقت حیاتی و زندگی شما چون شیرین مثبت خواهد گذاشت و شما همیشه بدانید و همیشه فکر کنید که در اطراف شما کی است، شما را کدام دوستانی احاطه کرده است. آیا من میتوانم که در گرد و اطراف من همه خیلی دوستا در حقیقت باشم؟ وقتی که تو آنها را حقیقتا میشناسی، بله اینها دوستای خوبی من هستند و آن وقت تو خرسند و آن وقت تو همیشه کامیاب میباشی. و من با شما یک چند خاراکترهای دوستانی را که با شما میگویم، شما حتما از آن خیلی دوستان دور باشید. یکم گروه آدمانی که دروغگو هستند، همیشه دروغ هم میزنند، همیشه از پشت تو گام میزنند، از آنها شما همیشه دور باشید. و دیوم آنهایی که خیبت میکنند از پشت شما. و سیوم آدمان خشمگین، بدزبان و منفی، همیشه دروغ هم میزنند. و چهارم آنهایی که فقط از شما میگیرند و هیچگاه در شما نمیدهند. شما در حقیقت این چهار نمود گروه آدمان دوستان را در اطراف خود راه ندهید. اما گفتنی هستم که دوستان خود را نشناسید. شما چگونه دوست دارید؟ وقتان همیشه احتیاط کنید.